Kabza. Tamam. Ya. Xudo buzurgi Xudovand که همین یک زمین یک آسمان ببینه که یک آبی چقدر گرمی داره، چقدر منفعت داره، چقدر شفاها داره. همه مردم، تمام مردمی تاجیکستان به همینجا با مقصد شفا یافتن همینجا حضور میارن. این حوضا را ببینه چقدر مردم سرسون و سرگردانی میکنن. همین آبی که شما میبینه، همین آبی که شما میبینه با درجه 96 گرادوس، یعنی که 100 گرادوس آب جوش می آمده است. همین جوشیده بر آمده است. مردم از همون استعمال میکنن، شفا میابن. همه مردم همین تاجیکستان همینجا حضور میارن. همه مهمونه که میبینم که گرد جمع آمده که با خاطر شفا یافتن میارن. انا همین یک 3 قدم اون طرف میریم آبی خنکای. اینا آبی جوش آمده. یک بار 3 قدم اون میریم آبی خنکای. یک زمینه آیا آسمان هم آبی جوش آمدگی میگوره، هم آبی خنک میگوره. یعنی که این قدرت بزرگ خداونده که خداوند نشون میده که من همین قدر معجزه دارم. اگر همه مردم اگر همین را بفهمن، عبادت احترام خصوصا نسبت خداوند زیاد کنند. خدای متعال، خدای مهربان ما این قدر معجزه ها را در روز زمین خلق کردگیه که مردم بفهمن، بدونن که من چقدر قدرت دارم، من چقدر همت دارم که در یک زمین، در یک آسمان، در یک موقع معین، در یک جایی محدود شدگی است. یعنی که در یک جایی که این شمارش حساب ندارد، یک تا آبی جوش آمدگی که ما همین حرکت میکنیم که یک آب جوش آمده خوریم نمیابیم، از زمین آب جوش آمدگی میبره در اون طرف میره. آبی که سرد خنکی هست که یگان کس همت نمیکنه که در همون آب سرد 1 دقیقه بسته، 1 سکوند بسته. اینا حوضی نمیره، اینا مسیحا میره تنوار بگیر. اینا نگاه کن، آب جوش آمده بر آمده شده است. انا با میریم تا اونجا آب خنک با میگیریم، میبینیم، نگاه میکنیم. همینجا آمدگی هم به خاطر شفا یافتن. بیارم Sanga. Ne o bir xınak bayı paraş. Kaçma. Yem kalbi hamur. اینا چشمه خنکی هست که اینا عباره همون چشمه گرم میبروه. اینا همه آب خنک هست. اینا ما دستو میزنیم، نکی در اینا میسوزیم. در اون اینا اگر خطا نکنیم 5 قدم اون طرف میریم، آب گرمی هست که جوش آمدگی از زمین میبروه و پیشه در دنیا دست زدن نمیشه. اینا آب خنک هست. خنکی هست که خیلی میستی دستات یخ میکنن. این خنکی را اینا مسیاری نگاه کن. اینا نگاه کن، ایتای شوخ میبره. اینا نگاه کن، اینا ایتای شوخ میبره. اینا نگاه کن. انا که آبی گرم رو میره میبینی. اینا همه آبی گرم، اینا دست زدن نمیشود، میسوزی. من این تو خطر این نمیشود. این جوش آمدگی بر آمده سر زمین. همین تخم هم میپرتای، همین 5 منو بعد تخم میخوری. این همین آبی جوش آمدگی، اونجا آبی خنک هست. همین هر بری در بر بودن، لیکن اگه با مرور زمان شو طرف کردن، شی طرف کردن به خاطر چی نمیدونم من. ایشا اینو میخرم. برادر دی، اینو نگاه کنید. این آب دیگه، این آب یک آب هست که
خنک قدر کی اگر تا بدل بخواه همین قدر خنکی داره همین قدر استراحت داره اینا باید باید آب داره اینا آب خنکای اینجا شلنگ زدگه اینا شلنگ دیگه اینا شلنگ با گرمواره میروه اینا ایشه این آب هر جا آیت چشم میبرد منظره های خوب است این که گاهی میریم اینجا همش در چشمه دارن همه همین این طرف دیگر رو میبینه همه همین آبی هست که تمامی معجزات دنیا را از همون بالا سرسون و سرگردان کردن میگیره میآید اینجا میآید همه همینجا مردم میان استراحت میکنن شفا میآوند قدیمی که بیمار شفا می انشالله با امر خدای تعالی ای هر یک تایسنگ همین یک نعمت خداوند جوش میزنه بالای زمین میبره برای بنده های مؤمن مسلمان که همجا شفا بیاوند سلامت شوند بگردن بروند این هم جایی که میبینه شما همه همین صحنه که میبینی همه همین گرمی داره چشمه های شفا بخش داره از آن جمله این حوض میرسید در چشمه این چشمه هست که با مجرد 60 گرادوس آبی جوش آمدگی این حوض من پیش میرم اینا میخنبم این همین آب اینا گرمه آی مسوزی اینا همجا دیده بچه این همجا میای استراحت بکنی طرف گرمی اونا چشمه جمع توخد نمیکنی این هم چشمه رو دیده برادرم اینا آبی اینا چشمه رو دیده این همجا آبی گرم میبرویم اون طرف سرد میشم میگردم بعد میروه اینا همه چیزی که میبینه بیا اردش کنه استراحت کنه شفا بیاوه اینا نگاه کن استراحت جا بیا اینا سربنگه همه امنی جهان اینا اینجا اوی گرم میبرویم اینجا اوی ایشم جوشه اینجا اوی گرم اوی خنکه نگاه کن او دایرو اوی داری اوی جاهایو اینجا اوی خنکه اینجا اوی گرمه اینا این معجزه خداونده اینا همین تمام